په دې مرکز کې موږ څلور دېرش کارمندان لرو چې په چک و جمعآوري، ثبت نام، د کنټرول کیفیت او د توظیف برخه کې فعالیت کوي. نو موږ روزانه ته 900 پورې کسان لپاره خدمات وړاندې کوو. 450 د ثبت نام برخه کې او 450 د توزیع په برخه کې. پیام خاصم به خاطر متقاضی تذکره الکترونیکی به شهروندای مامی است که اونا هر چیز زودتر در این پروسه سهیم شوند، تذکره الکترونیکی را اخذ بکنند به خاطر یک حکومتداری بهتر، به خاطر یک امنیت بهتر، به خاطر یک سیستم الکترونیکی بهتر. ما نیاز به همچون تذکره الکترونیکی داریم که در هر بود اگر ما استفادهش بکنیم به خاطر بهبود کشور ما می باشه. مرکز دوم کارتینو آمدیم. تذکره الکترونیکی کمک میکنه، در انتخابات ما کمک میکنه، در پاسپورت گرفتن برای ما کمک میکنه، هویت ما مشخص میشه. فعلا هر کس آمد یک تذکره قلابی گرفته هویتش مشخص نیست که آیا کی است، از کجا آمده، از کدام کشور است. اما وقتی که ما بایومتریک میشیم، تذکره الکترونیکی میگیریم، ما مشخص میشه هویت ما که ما افغان هستیم، در افغانستان زندگی کردیم. دیگه بسیار کارا را آسان میکنه تذکره الکترونیکی. ما از تمام مردم میخوام که بیان در تذکره الکترونیکی اشتراک کنن، تذکره بگیرن، هویت خود مشخص کنن. ما میشه افغان بودیم، افغان هستیم و میباشیم. با مرکز دوم کارتینو به خاطر تذکره الکترونیکی آمدیم. 5 تا نفر ما بایومتریک شده بود، تذکره هاشون گرفتیم. به خاطر تذکره هاشون تاریخ داره بود و تاریخش آمدیم. بیش کاغذی بود، دو تقلبی زیادی بود. خاطر به یک نام میتونست چندین نفر خود پیش کند. ولی این خوب شد، مشکلات ما حل شد. از خاطر دست ما معلوم میشد، چشم در چیدیم، کلش واضح است. ده تقلبی فعلا نمیشه. به مرکز تر اغلی مې تذکره د اخیستلو لپاره کاغذي تذکرونه ډېرې ښې دي، هغه خوش کېږي، جالیم پکې راوځي، دی که نه جالیسته نه پکې شکېږي. دا خو سم قانوني هغه د تذکرې دي او دې کې څه ترغلي مرغلي نه کېږي. دا ډېره ښه تذکره ده او ټول هېوادوالو نه باید دا منغه وکړو چې راسي تذکرې واخلي. پاسپورت لپاره بل څه حساب پکې جوړی، د لیسنس لپاره هر څه لپاره دا تذکره پکارېږي. مراجعینی که از کارکرد و یا هم از کدام بخشی از مراکز ما مشکل داشته می باشند، اونا میتونن که از طریق شماره واتساپ اداره، وبسایت اداره و شماره 450 در ارتباط شوند و از طرف اداره با اونا تماس گرفته میشه به خاطر حل مشکلشان. خواستم از شهروندای مامی است که اونا در وقت پر کردن فرم خود از طریق سیستم آنلاین درج معلومات را که اینا درج سیستم میکنن، معلومات شخصی خود باید بسیار دقیق باشند، مطابق اسناد تحصیلی، پاسپورت و یا چیزایی که بسیار مهم هستند و اسم و ولد و ولادت. به خاطر از اینا که نه تنها که بهبود در کار خودشان است، یعنی تذکره خودشان اشتباه نمیشه، بلکه در کار اداره سکتگی هم به وجود نمیاد و در روزایی که اونا مراجعه میکنن خلایی در کار نمی باشد. بنابراین اونا اگر نمی فرم که ثبت میکنند و معلومات را که در سیستم میکنند در او بسیار دقیق باشند که اشتباهات صورت نگیرد.